نقطه دوم که دوستان عزیز این هم باشد، باز هم مسئله بیبرقی است که ما بارها و بارها حرف زدیم و من در اینجا میخوام بعضی از اسنادهای را برای شما مثال بیارم که الکی در سطح بالاترین مقامدارها الکی با دروغ و با نیرنگ و با مکر داره برنامه داری میکنن، دولت داری دارن. یعنی برای یک راهبری کشور و دهای بر دروغ دادن این خیلی شرمندگی است. در سطح راهبری کشور پرزیدنت یک کشور با مردمش داره بازی میکنن، دروغ میگه، شیطانی میکنه، مکر میکنه. این خیلی حرفی است که ما باید بالای نقطه حرف بزنیم که چقدر یک راهبری کشور یک قراری بر دروغ گویا قبول میکنه و از این چیز مردم گویا شادی میکنه. مردم گویا خب حرف میزنه که تمام آن با دستور و هدایت های پیشوای ملت این مسئله ها برکنار شد، تمام عالم گلستان میشود، همه چی اوکی است، مشکلات ما دیگه نداریم. ولی بعد از مدتی نه چندان زیاد حتی همو رنگ همو قراری که امضا گذاشته است اگر حالا خشک نشده است دوباره برمیگرده به همو اصلی کهنه. مسئله بی‌برقی را گرچه ما بارها گپ زده بودیم که متاسفانه در دوام این همه سالها چندین مشکلات های ما دیدیم بنابر نبودن برق. قتل، مرگ هموطنان، 3 نفر و 4 نفر و 5 نفر یک عائله از دود غلیظ انگشت یا که از دیگر از تاریکی، حتی شاید اگر روشنایی میشد، اگر برق میشد در همون خانه شاید انگشت علاو نمیشد، انگشت سوزانده نمیشد، بوی غلیظ اون نمیبره و همون یک عائله شاید زنده و سالم میموند. و شاید اگر در همون شب روشنی میبود یکیش میدید که خب دود میبره. این چیزهایی است که کس در برابر مرگ هموطنان، در برابر گذشتن این مردم هیچ کس جواب نمیده. یک نظامی صرف دیکتاتوری بزوری امنیت و بزوری MVD و KGBش آمدگی است بالای مردم برنامه ریزی میکنه. از این زیاد هیچ چیز نداره. خب ببینید تک مرحمت رسانه خاور است که همه جنبش های رحمانوف در این می نویسد. از کاری که رحمانوف چی کار کرد، چی خورد، کی خواب کرد، کی خیست، غذاش چی بود، رخت خوابش چگونه است، همش می نویسد. محدودیت در تامین برق از بین برداشته شد. در این باره به امنیت خاور در برق تاجیک خبر میدن. شرکتی سهامی هلدینگی شده برق تاجیک. من قبل از اون که در این نقطه صحبت کنم من داخلی چت میرم، خب زیاده از قریب 1000 نفر ما رو میبینن. از هموطنان خواهش میکنم در همین چت نویسه بکنید که واقعا اکنون مشکلات برق نیست در وطن، خلاص. من خواهش میکنم صادقانه، صاف دلانه هر چیزی که شما با هم و خش و تبار اهل و عائله فامیل تماس میگیرین میبینین همون چیز نویسه بکنین که امروز ما مشکلاتی برق نداریم دیگر، تمام لیمیت از بین رفت یا اینکه نه. من 10-15 نظری هموطنان را میگیرم. اگر نرفته است در کجا؟ یعنی در وحدت نیست، در کوشانیان نیست، در سوخت نیست، در تیمور ملیک نیست، در دنقره سوید هست، در دوشنبه هست، در کلاب هست. با طوری مثال همین گونه نویسه بکنین که ما یک آمار بگیم که چند فایزی منطقه های تاجیکستان بدون برق است. در کوشانیان نیست. حصار در ناحیه همدانی در سوید کشتن. سوید نیست. تاجیکستان با پیش، سوید نیست. هست به سوید. جیلیکول سوید بازی نیست. سوید نیست در وحدت. اسفره نیست. قم سنگین نیست. در زفرآباد نیست. نورگده نیست. نورآباد نیست. قرآن تپه در سوید نیست. دوشنبه در نیست. میگم من در این شک دارم. من فکر نکنم تا این درجه راه برای ما شاید گرد و اطراف های دوشنبه شاید، ولی در خود دوشنبه در دوشنبه نیست. خیلی نویسه بگیم در کدام منطقه دوشنبه قوه برق نیست. خب در وحدت، در رودکی، در خب ترسونزاده، در ورزاب، در همین منطقه دوست عزیز قوه برق هست یا که نیست؟ فیض آباد نیست، مسکویسک نیست، وحدت نیست، جامی نیست، جبار رسولوف نیست،
شهر توز نیست، واسع نیست، بسنده است. با گفتی فرانسوی ها مرسی. بسنده است که الکی ما از این خب پیامک های مردم، ما برای مردم مبلغ نمیتونم و پیش از این من هیچ کدام اینو صحبت نکردم که همه نویسه بکنه که ما نداریم. من باز هم میگم که هر کسی که نویسه میکنه صادقانه ایمانان خواهش میکنم دوستان عزیز، هر چیزی که هست همون را نویسه بکنه. اگر هست نویسین که هست. من بیرون از این چیز زیاد نمیخوام. خواهی برخ هست نیست نویسه بکنی. تاجیک آباد نیست، در استانبول هست نویسه ساعت. منظور از این در تاجیکستان دوستای عزیز بسیار نیست. خب این بسنده است. همین نویسجات برای یک راهبر اگر که عقل خرد داشته باشه، اگر دروغ میگین تشکیل بکنه از همه گروهی جوانانی زیر سنی اوانگردیاتون که بروان لطف کرده خب خب لطف کرده نوار بگیرین. اگر ما دروغ میگیم خب روزانه برین، شب برین، بعد از ساعت 10-11 در همون کوچه ها بگردین. اگر واقعا قوای برق هست بگین که شما دروغ میگین. برنامه صدای مردم دروغ میگم، این مرحمت کنین در کوشانیات، مرحمت در حصار، مرحمت در ورزاب، در رودکی، در سوخت، در جبار رسولوف، در کوشانیان، در واسه، در تیمورملیک، در همه جای تاجیکستان قوای برق هست بکنین. ولی مطمئن باشین که عصری نو است دیگه. ما دیگر نیاز ندارم برای معاین کردن قوای برق. ما حتما باید در تاجیکستان باشه. یک زنگ تلفنی خودش برای ما بسنده است که معاین بکنه که قوای برق هست یا کی نیست. خب بریم داخلی موضوع. محدودیت و تأمین برق از بین برداشته شد. خب شرکت ساختمانی هالدینگی کشاده‌ای برق تاجیک در اساس دستور حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از تمامی ذخیره ها و امکانیت ها تصمیم گرفته است که تأمینات منتظم نیروی برق را به سر تا سر کشور پورا براه ماند. خب دیگر شرکت برق تاجیک با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که از سنه 12/01 لیمیت برق رو کلاً برقرار از بین ببره. خب در این باره امروز به امنیت خاور در مرکز مطبوعاتی شرکت مذکور خبر دادند. خب یکم ترک دور از کامپیوتر مزمون از تلفن بخونم. خب خب روزهای اخیر و یک چند روز دیگر در قلمرو جمهوری بارش زیادی برف و حرارتی از نشان دهنده معیار اقلیم خیلی پست پیشگویی شده. در چنین روزها که وضع هوای پیش گرفته شده خیلی سرد است و فعالیت خواجگی کامونالی شهر و ناحیه ها و زندگی روزمره اهالی پیش آمده مشکلات و اعتماد دور نیست و طلبات نیز در استفاده نیروی برق به نهایت زیاد می‌گردد. نوابسته به این با مقصدی به مشکلی گذراندن روزهای سردی فصل زمستان به دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آقای جنتلمن جناب رحمانوف از 11 ژانویه سال روان در مملکت محدودیت ها در تأمین نیروی برق از بین برداشته شد. شرکت ساختمانی هالدینگی شده برق تاجیک وظیفه‌دار گردد است که به استفاده از تمام ذخیره ها و امکانیت نیروی برق را در تمام قلمرو مملکت به محدودیت تأمین نماید. مرحمت کنید. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و با دستور و هدایت های پیشوای ملت در سراسر تاجیکستان لیمیت برق از بین رفت. آیا واقعا چنین هست؟
دوستای عزیز، هموطنان، یک راهبری که امر و فرمان و دستورش دروغ است، بلیاز خدا دروغ، فریب شیطانی است، آیا ما بعد از این باز هم از این راهبرها، از این نهادها، از این کسانی که دعوای بهترین فرد این ملت، معظم، تازه، پاک، آلوده این ملت حرف میزنیم که در پیامهاش مردم دروغ میگه، در قرارهاش دروغ است، در تصمیمهاش مکر است، در حرفاش شیطنت است، در صحبتاش نمیدونم خیانت است، ما چگونه بعد از این همه بدبختی با از این نفر ما یک قهرمان و یک الگو بسازیم؟ چگونه؟ با طوری رسمی میبره دستور و هدایت های پیشوای ملت چون برای مردم، ولی از بین چند روزی نگذشته مردم بدون قوه برق است. دستورتان کجا شد؟ امر و فرمانتان کجا شد؟ میفهمی که اصلا دیگر حکومت شما نه امر، نه دستور، نه فرمان، هیچ قربی نداره دیگر برای خودتان. لااقل خودتان امر و دستوری خودتان اجرا نمیکنین. کجا رسه به ما که او قانونهای بردارتان رو باید ما چیکار بکنیم؟ قبول بکنیم و زیر قانونهای شما سرخم بکنیم، در حالی که قرارهایی که خودتان میبرین دستور میته راهبری کشور که ما شیطانی بینده فریب مردم بینید بنابر عوض شدن اقلیم، سردی هوا از طرف اساسگزار صلح و وحدت، هدایتکارانه پیشوای ملت تصمیم گرفته شد که زمستان سرد است، مردم مشکلات سردی میبینه و براشون قوه برق بده. مردم رسانه ها برآمدن چاپ کردن، تمام جنتلمن های چاپلوس لیمیت تمام برآمدن، انا دستور هدایت کرونا و هدایت کرونا جناب عالی همه را تمام کرد، دیگه لیمیت نیست در وطن. آفرین، لیمیت نیست، آفرین گفتم. مردم باور کردن که خواب در وطن لیمیت نیست دیگه. مرحمت. در 7 کیلومتر محله تردی اوی ناحیه رودکی در 7 کیلومتری دوشنبه به گفته ساکنانش 3 روز است که شبانه چند ساعت برق خاموش می شود. شب ساعت 10 میمورد میکشن و پگوی ساعت 5 هم خیلی بگیرون میشن و زنگ میزنه میگن که خیلی اول شدگی این شدگی و شدگی خیلی چی بهونه میشه. قطع نیروی برق در تیر ماه زمستان برای ساکنان تاجیکستان چیزی غیر مقرری نیست، اما امسال نبود برق در روزهای سرمای قهرتان زندگی ساکنان را سخت کرده است. بعضی خواجگی ها هستن انگیش نداره، بعضی هست که سوزشواری نداره، همین سبب گرم شویش همین برق دیگه هیچی. یا که یک چای میمونه، یک خوراک میپزه، این خیلی کارا داره دیگه هیچی. یعنی خیلی خیلیش انگیش نداره، یا خیلیش هیزم نداره، یا خیلیش ناخونه همینو ده از او بیافته. شکایت ها از بی‌برقی تقریبا از همه منطقه‌های تاجیکستان صدا می‌دهد. بجز از بدخشان، ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند صرف نظر از دستور رئیس جمهور در انتقال برق محدودیت جاری شده است. روز 11 ینور با آمدن سرمای سخت، شرکت برق تاجیک اعلان کرد که محدودیت برق از میان برداشته شد. یک مسئول اداره برق در ناحیه رودکی در صحبت بدون میکروفون گفت برق با سپارش بالا قطع می شود، اما شرکت برق تاجیک شبکه‌های انتقال و هم شبکه تقسیمات برق درباره دوباره جاری شدن لیمیت در کشور هنوز رسما چیزی نگفتند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر از این شرکت‌ها تا این دم بی نتیجه بود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که خاتمه دادن به بحران انرژی و تامین منظم همین منظره رمون برای به فرهنگ ها امیر چخیل نظر میکنین در یک خانه بلند آشیانه، شاید 5 ایتاج یا 4 ایتاج است، این پیچکش نوندگیان مردم خانه گرم میکنن. این همی خودش یک کاتاستروف است و گفتی نمیسو. این همی خودش بیانگری ابلهی است، بیانگری نبودن فرهنگ در وجود شما است که به هیچ وجه یک نفر از خرسندی در یک خانه 300 دیواری سفید ابروی های خوب زدگی پیچکه بچسبونه.
به هیچ کسی کار نمیکنه اگر زور نبیاش مجبور نشود. در خانه های بلند آشیانه وقتی مردم الکی دست به شیناندن پیچکه و صندلی و تهچویی و خور و بلا میزنه، این بیانگر است که شما برای اون ملت لااقل زندگی درست ندادین، زندگی آسوده برای مردم ندادین که گجا لاف از کیم کدام بالاترین مقام ها میزنین. مردم با نیروی برق یکی از اولویت‌های کارش است، اما با گذشت سالها مردم همچنان از کمبود نیروی برق تنقیصی و عذاب میکشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی. این بود این مسئله. خب امینمان، همین مقاله ای که میبینین محدودیت تمام شد. در آخرش یک جمله خیلی خوب ذکر کرده است. از این لحاظ شرکت برق تاجیک از مشتریان نیروی برق در مملکت خواهش نموده است تا که جواباً به این غمخواری های حکومت مملکت، یعنی گویا حکومت برای مردم قوه برق داد، ای غمخواری بوده که اگر غمخوار نمیشد نمیداد، در حالی که وظیفه دار است. اینجا یکم غمخواری نیست، یکم دلت نسوخته است که مثال در کوچه میری یک بیچاره مریض میبینی دلت میسوزه، براش یک دو پیسه میتی، اگر نتی هیچ مشکلی نداره دیگه، تو یعنی قرضدار نیست، نه ولی غمخواری میکنی. ولی گویا حکومت خیلی لطف کرده برای مردم، نه اگه اینا برای مردم لطف کردن، غمخواری کردن، هوا سرش دلاشون سوخت، و ایلا اگر سرد نمیشد غمخواری نمیکردن. ببینید در منطقی مقاله رو ببینید، در آخرش مردم گویا برای اینها یعنی هیچ قدر و قیمت نداره، لااقل تون حکومت برای شما غمخواری کرد، شما برای حکومت چیکار کنه؟ سرفکارانه هم برخی استفاده بره، چون ما برای شما غمخواری کردیم کو شما صدقه برق شوه ولی ما دادن کو، اگه شما غمخواری کنین، لطف کنین، اگه تشکری بکنین، کم استفاده برین، اگه ما دادیم کنین، اگر ما نمیشنیم تمام دنیا چپه میشد. یعنی گویا اگه حکومت رحمانوف هسته همین ملت ارزی هستی داره و همین مردم زندگی میکنن، اگر نمیشنن دیگه قوای برق نبود، کاتاستروف همه جا چپه و آب خیزی بود. این قدر مردم ایو زیر پا کردند. ببینید از این لحاظ شرکت برق تاجیک از مشتریان نیروی برق در مملکت خواهش نموده است تا که جواباً به این غمخواری های حکومت مملکت نیروی برق را سرفکارانه و مقصدناک استفاده برند. درست است سرفکارانه و مقصدناک، اوکی، ولی غمخوریش چی معنی داره؟ اگه دل شما سوخت در حالی که قوه برق مثل آب و نان برای مردم لازم است. در عصر 21 در عصر تکنولوژی، در عصر صنعت، ترقیات، پیشروی، قوه برق مثل آب و هوا لازم است برای مردم. هر کشوری که قوه برق نیست در اون کشور صنعت نیست، اقتصاد نیست، پیشروی نیست، علم نیست، دانش نیست. این منطقی زندگی است دیگه، نمیتونه یه بحث کرده. نمیتونه ما مکتبی کنه صدرالدین عینی را مثال بیاریم بگیم همون وقتا در مردم به قوه برق هم علم خوندن، چندین کتاب نوشتن، همون طلبات بود. اگر همین حوز ما برگردیم به همون زمان صدرالدین عینی، همون که زندگی میکردیم، ما و شما همون یک جامعه داشتیم در تنمون، در یک سینمخانه پر از انداوه و لای درس میخوندیم، چون همون دور و زمان است. ولی اکنون زمانه پیش رفته است، ترقیات و تکنولوژی پیش رفته است، ما مطابق زمانه باید زندگی کرد. چگونه شما از همون زمانه قفا میمونین و میگین آقا رودکی با برگ با پر کتاب از اشعار مینویس، شعر و سرود مینویس، آهنگ مینویس، ترانه مینویس، میدونم کیکایا مینویس یا که غزل مینویس یا هرچی دیگه. نمیتونه ما حاضر برگردیم با زمان رودکی، از جای رنگ پیدا کنیم، از جای پر رو ترک نویسیم. حالی پیش رفته است دیگه. نمیتونیم دیگه کتاب های درسی را بگم یک کس مثل رودکی پیدا شو و هم مچا دست نویس بکنه برای مردم. نه، چاپ کنه است، یک کتاب یک تا آماده میکنه، 1000 تا دیگه چاپ میکنه، 1000 کتاب دیگر، 1000 دفتر دیگه میبره. یعنی زمانه پیش رفته است. یعنی رئیس یک ناحیه، رئیس یک وزارت یا امام علی رحمان میتونه ای خونش
با خرها جای کارش بروه میتونه. اینا برگردیم به همون زمان قدیم. شترو رای پیش مونه، از پرا اسپا را مونه، از قفا خرا را مونه. میشه همین خیل که همون دلگات رحمانوف از خونش وقتی حکومت شهر حکومت ریسپوبلیکا میروه جای کارش میروه، قصر پرزیدنت میروه، شترو خرا و با بزا باشه، یکم با گوسپندا خفاتر باشه از همه حیوانات میتونه همین کارا کرده. برگردیم بر همون زمانه که در همون زمان یعنی که همون شاهها شتروی پیش صفقتی میگشتن. نمیتونیم نه، چون تکنولوژی است، علم است، پیشروی است. ولی چرا اگه قوای بر خاموش میشد است، لیمیت بده 30 سال لیمیت داشتن، ولی چون رحمان غمخوار است، با غمخوری ها و هدایت های پیشوای ملت مردم خواهش کرد که برای این غمخوری شما قدرگذاری کنید. این دروغ از این مکر از این مردم باز هم زیر پا زدن است که ما هستیم که شما زندگی میکنید و ایلو اگر ما نمیشتیم شما زندگی نمیکردین. خب بیشه میگیریم. الان که میریم در جمهوریت که یک مقاله دیگر چاپ شدگی است. خب من از نزدیکتر بخونمش. خب پیشوای ملت پیشوای ملت و استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان در روزنامه جمهوریت نه در دوران صاحب استقلالی تحت سیاست سازنده بنیادگذاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانوف با موفقیت‌های بزرگ در ساحه گوناگون از جمله انرژتیکا نائل گردیدیم. تاجیکستان پیش از همه در کشور مسئله‌های تأمین رشد استوار اقتصادی به میان گذاشته است. به نظر این حکومت کشور برای انکشاف من بعد 3 هدف استراتژی را برای رشد اقتصاد به نقشه گرفته است: تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و حفظ امنیت آذوقه‌واری. خب راهبر دولت برای تاکید نمودن که رشد منتظم اقتصادیات کشور به استقلالیت انرژتیکی و تأمین پوره همه ساحه‌ها با نیروی برق غیر امکان است. همین بود که در این مدت دولت و حکومت و ملت سربلند تاجیک تحت غمخواری های پیشوای ملت فلان بهر حل مشکلات های انرژتیکی نائل گردیدیم. با استقلالیت کامل انرژتیکی و چراغانی نمودن هر خانواده تاجیک و تاجیکستانی کمر همت بستیم. خلاص گپ کم ترک خوب نویسش از کامپیوتر من دورتر است. خب با مقصد رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و استفاده ثمره بخش نیروی برق در دوران صاحب استقلالیت 287 نیروگاه‌های برقی آبی خرد و بزرگ 1,5000 کیلومتر خط‌های انتقال برق برداشته شده است. خلاص گپ منظور از این مقاله می است که هدف‌های استراتژی امامعلی رحمانوف و یکی از اونها باشد این همین استقلالیت انرژتیکی است. پس ما و شما بعد از این همه سالها، بعد از این همه برنامه‌های بردروغ امامعلی رحمانوف دیدیم که 27 خلاص این مقاله چاپ شده است 27 اکتبر سال 2022 این مقاله چاپ شده است. یعنی ببینید که یا علاقه پیش از که زمستان شوا لیمیت شوا این چاپلوسی را کردگی اند دروغ نویسگی هستند که امنیت استقلالیت انرژتیکی دستور و هدایتکارانه پیشوای ملت، یعنی این مکر فریب دروغ بازی شیطانی برای مردم که
ما تمام یکی از هدفهای استراتژی پیشوای ملت، یکی از هدفهای عمومی ملی، یکی از هدفهای فلان بهمدان گفتن مردم فریب میکنن با این مقاله هاشون، با رسانه هاشون، با پیام هاشون. حتی قراری رحمانوف است که ما از لیمیت برق بر آمدیم، ویلا در کشوری که اکنون در این سالها یک لیمیت برق برای مردم دادن نمیتونین، بخدا باید شما به استعفا برین، باید لااقل از خودتون شرم کنین. در رسانه تصور کو یک نفر یک چاپلوس میبرو اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت، غمخواری تاجیکان تاجیکستان، تاجیکان دنیا و افریقا و شمال و غرب، فلان 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 که قوی بر میمره در خونش. تصور کده یک لسک یک چاپلوس میبرو سر میکنه، خب شکرانه جناب یولی پیشوای ملت خیلی فلان فلان فلان، پاپ میگه ساعت 10 شب قوی بر میمره. بر پدری همون پیشوای ملت همون آخی همون شکرانه گویی و غیر شکرانه گوییش. پس هر کسی که همین مشکلات میبینه حالا هم نمیدونم از رحمانوف یک اینتلیجنت میتروشه، من میگم او آدم انسانی سالم نیست. ویلو در عصر 21 همین روشنی نباشه خودش چی بیانگر است همین چیز، چی معنی داره همین چیز؟ معنی است که ما پیشرفت نکرده ایم. بسنده این همین جواب برای همه کل و کور و شل و گنگ و بینا و نابینا بسنده است که در یک کشوری که دعوای ترقیات و صناعت دارن به هیچ روی زمین دارن حال روشنی ندارن.